سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوبین؟ یه ویدیو میخوام براتون درست بکنم از خرید و فروش خودروهای دست دوم در مسقط عمان، نیست در جهان. تا حالا همچین ویدیویی من ندیدم کسی بذاره توی یوتیوب. فقط لایک و سابسکرایب چنل فراموش نشه. الان اینجایی میریم تک تک قیمت‌های ماشینا رو میگیریم، با فروشنده مذاکره میکنیم، شاید ماشین هم خریدیم. حالا یه چند تا نکته میخوام بهتون بگم. ببینید روال خرید و فروش ماشین اینجا اینجوریه. شما اگر مثلا این ماشین رو خریدید، اول فروشنده باید بیمه ماشین رو انتقال بده که بتونه مرحله بعد سند ماشین رو انتقال بده. البته این بینابین در واقع خلافی خودرو هم مثل ایران صاف میشه. حالا بریم با چند تا فروشنده صحبت کنیم. همراه من باشید. خب بچه ها، این ماشین رو میبینید شما، الان صاحبش نیست. خب ولی اینها میان شمارهشون رو اینجا میذارن. هر زمان اومدید این پارکینگ های خرید و فروش شما هست، به این شماره زنگ بزنید. حالا خیلی جالب، این ماشین اومده کارت ماشینش هم گذاشته، یعنی شما حتی مدلش رو، تمام مشخصاتش رو میتونی بخونی و شمارهش هم گذاشته. الان به شمارهش زنگ میزنیم، قیمت ماشین رو میگیریم، مشخصاتش هم که روی کارت ماشین هست. اگر قیمت مورد پسندمون بود، فردا باش قرار میذاریم، ماشین رو به اصطلاح اینا میبریم شاپ، یعنی یه مکانیکی که بیاد در لحاظ فنی اینو بررسی کنه و همه چی که اوکی بود، باز بهتون یادآوری میکنم اول بیمه انتقال پیدا میکنه، بعد خلافی و بعد سند ماشین توی اداره پلیس یا طریق اپلیکیشن ها جابجا میشه. الان این ماشین سافران رو میبینید، الان بهش زنگ زدیم گفت 1000 ریال عمان. حالا یه نکته جالبم بهتون بگم، این هم صاحبش نبود، ما به شماره زنگ زدیم. یه نکته جالب این که اینجا اونجوری این که مثلا یه گرگیر ماشین رنگ باشه یا یه وجب رنگ باشه، اینا اصلا مهم نیست. اینجا مهم اینه که ماشین علاوه فنی سالم باشه. یعنی اصلا روال خرید و فروش مثل ایران نیست که بگن آره یه ذره رنگ شده 20 میلیون افت قیمت. نه، فنی اینجا مهمه. یعنی من این ماشین رو اگر ببرم شاپ تعمیرگاه بگه به من فنی سالمه، اصلا نگاه نمی کنم به این که مثلا اینجا یه تیکه رنگه، چون اینجا میدونید هزینه های به هر حال تعمیر کردن ماشین اینا خیلی برای مردم مهمه و خود ایرانی هم که میان میخوان ماشین رو هی تعمیرگاه نبرن، هزینه براشون زیاد باشه و ما هم دیگه عادت کردیم بعد چند سال اینجا. اگر مثلا اون بنزو الان من زنگ بزنم قیمت خوب بگه، دیگه کاری ندارم یه درش رنگه، فنیش اگه سالم باشه میخرمش. بچه بازم این بنزه هم از لحاظ ظاهر که میگم خیلی حالا ظاهر یه تیکش رنگ باشه اینا مهم، چون با چشم میشه دید که یکی از در واقع زیر اون درش رنگه، ولی ماشین تمیزی به نظر میرسه. خب این رو الان قصد دارم زنگ بزنم به صاحبش، قیمت رو بپرسم، اگر اوکی باشه یه مقدار خط و خش جزئی داره، اگر اوکی باشه یا ببین مثلا تو ایران الان میگن اینجاش خورده. خب نه، اصلا اینجا مهم نیست، مهم فنیه ماشینه. اینو زنگ میزنم و انشالله اگر اوکی باشه یکی از بچه‌ها، یکی از کلاینتامون در واقع گفت واسه باشه بنز خوش قیمت برای ما پیدا کن. اینم 300 هست دیگه و ببینیم که چطور میشه. انشالله با من همراه باشید، با چند تا فروشنده هم میخوایم الان صحبت بکنیم. Hello? Hello. How are you? I'm calling regarding your car, Mercedes, in the parking. What is the model and the price? Model 2016, price 5,200. 5,200. Everything is good about this car? Can we check it in the shop? Yeah. Okay, thank you so much. I will call you tomorrow. Thank you. خب بچه دید تماس گرفتم، قیمت رو گفت 5200 ریال عمان، مدلم 2016 300. به نظرم قیمت خوبه، جای تخفیف هم داره، میتونم ازش فردا تخفیف بیشتری برای کلاینتمون بگیرم. و حتی بهش گفتم همه چی راجع به این کار ماشین خوبه، گفت آره. گفتم میتونم ببرم مکانیک، گفت آره. گفتم فردا بهت زنگ میزنم. خب بریم حالا فروشنده بعدی. همچین ویدیویی تا حالا ندیدید، اولین بار یه تجربه واقعی تو مسقط. Hello?
How are you? No, just sit. How much is the car? How much? Cam? 1,700. 1,700. And what is the model? Lancer already 2017. 2017. یه قانونم بگم، اینجا وقتی شما ماشین میخری میخوای بیمه کنی ماشین تو، بهت میگن شما چند نفر رو میتونی اسمشو تو بیمه ماشین بذاری. چرا؟ زمانی که رانندگی میکنی حتی اگر اونها صاحب ماشین نباشن ولی اسمشون توی اینشورنس یا بیمه رد شده باشه، میتونن پشت فرمون ماشین شما بشینن. 1,300. And what is the model? Model, you wrote 2013, and this is your number, huh? I call you tomorrow, okay? We took it to the shop. خیلی عالی. این ماشین تمیزیه، ولستر محمد. 2013. Yeah. 1,300. 1,300. 1,300 ریاله. خوبه، حالا ظاهری خیلی تمیز نیست ولی قیمتی خوبه. اون بنزن خوبه. آها بچه یه چندی کلمه عربی هم بهتون یاد بدم اومدی تو پارکینگ ماشین. مثلا ماشین میشه سیاره، سیاره میشه ماشین. کارت ماشین چی میشه؟ میشه ملکیه. اون کارت ماشین هست که الان به من نشون میدن میگن بیا ببین و اینا، یا اون گذاشته بود زیر روی داشبورد. ملکیه میشه کارت ماشین. با من همراه باش. خب بچه الان میخوام برم این تویوتا یاریس رو قیمتش رو از صاحبش بپرسم ببینم چند. Hello, how are you? Fine. How much is this car? 1,200. 1,200. And everything is good about this car? Okay, good. Okay. And the model? 2010. 2010. Yeah. This is the Mulkia. Yes. Huh? 2010. 10/10. Very good. And can I have your number? خب بچه ببینید شمارش هم گرفتم. مدل 2010 بود و 1200 ریال عمان هم قیمتش بود. به نظرم خوبه چون میگم ماشینش هم سالمه. حالا ما اگر فکرامونو بکنیم فردا میتونیم شاپ هم ببریم تأمینگاه و در واقع تست سلامت هم بگیریم.